سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. توی این ویدیو قصد داریم قطعه شماره 10 از کتاب دستور سنتور استاد فرامرز پایور رو با هم دیگه کار بکنیم و نکاتش رو با هم دیگه یاد بگیریم. قبل از هر چیز ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. این راهی هست که شما میتونید من رو حمایت کنید و من انرژی و انگیزه بدید که این راه رو هر چه بهتر ادامه بدم و به دیگران هم کمک کنید که بیشتر این پست رو ببینن و به اونها هم کمک کرده باشید. ممنون که تا آخر ویدیو با من هستید. بریم که ویدیو خوب داشته باشید. خب این قطعه شماره 10 در ادامه اون قطعات قبلی از کتاب دستور سنتور که کار کردیم و حتما شما هم به خوبی اجراش می‌کردید، یه سری تمریناتیه برای اجرای الگوهای مختلف. مثلا توی درس‌های 5 و 6 و 7 تمرینای به صورت راست چپ چپ راست چپ چپ داشتیم. توی درس 9 اگه یادتون باشه، درس قبل از این درس، حالت راست راست چپ رو داشتیم که حالا اینجا هم ادامه اون تمرینه، یعنی همون الگو رو داریم، الگوی راست راست چپ رو داریم، ولی اینجا نوت ها متفاوته. یعنی تو درس قبلی اگر دو تا راست می‌زدیم هر دو تا دست راستمون روی یه نوت بود، ولی اینجا نوت ها تغییر میکنه، یعنی مثلا دو تا راست ما دو تا نوت متفاوت رو میزنه. خیلی مهمه که خیلی عجله نکنید تو اجرای این تمرین‌ها. یه خورده باید حوصله بیشتری به خرج بدید. دقتتون رو بذارید روی فرم دستتون، این انگشتا بچسبه، چرخش ساعدتون درست باشه و کیفیت صدایی که از سازتون در میاد یه کیفیت مطلوبی باشه. به این جزئیات اگه توجه بکنید، بعد که میریم جلوتر و قطعه‌های حرفه‌ای‌تر رو میزنیم، صدای بهتری از سازتون در میاد، راحت‌تر قطعه رو اجرا می‌کنید و در کل خودتون از اجرای خودتون راضی‌تر هستید و لذت بیشتری می‌برید. بریم که شروع بکنیم و اگر نکته‌ای باشه در طول قطعه با هم دیگه بررسی می‌کنیم. از نظر جمله بندی بهتر این شروع قطعه رو به صورت 4 میزانی در نظر بگیریم. یعنی 4 تا میزان اول بشه یه جمله. که اول که عدد میزان اون هم 3 4، یعنی 3 تا نوت سیاه توی هر میزان، پس شمارشمون براش به صورت 3 تایی میشه، 1 2 3 میشماریم و کلا الگو به صورت 2 تا راست یه دونه چپه. نوتامون هست ر دو سی دو سی لا سی لا سل و چهارمین میزان حالت حرکت تغییر میکنه، میشه لا سی سل. پس شد ر دو سی لا سی لا سل لا سی سل. اینو روی ساز اجرا میکنیم. ر دو سی لا سی لا سل لا سی سل. این چیزی که من دارم میزنم سرعتش از اون چیزی که مشخص شده بیشتره. شما باید با سرعت کمتری اجراش بکنید. یعنی مثلا اینطوری با شمارش اگه بزنیمش میشه 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. بعد مترونوم میذاریم که دیگه دقیقاً سرعتمون با مترونوم هماهنگ باشه. میریم سراغ جمله بعدی که میاد رو سیمای زرد. 4 تا میزان بعد، یعنی از میزان آخر خط اول تا 3 میزان بعد که میره توی خط دوم. نوتامون هست دو سی لا سل لا سل فا لا سل سکوت. اجراش میکنیم. دو سی لا سل لا سل فا لا سل. میشماریمش 1 2 3 1 2 3 1 2 3 و اینجا جمله ما کامل میشه، عبارت ما کامل میشه. یعنی این دو تا جمله، دو تا 4 میزانی که کنار هم دیگه قرار میگیرن یک عبارت رو کامل میکنن. حالا میرسیم به علامت دولا خط تکرار که باید از اول تا اینجا رو تکرار بکنیم. من یه دور این تیکر براتون میزنم. بسیار عالی. میریم سراغ قسمت بعد. خط دوم 4 تا میزان، یعنی 2 میزان آخر خط دوم و 2 میزان اول خط سوم. نوتامون هست می ر دو سی لا سی دو سل. اجراش میکنیم. می ر دو سی
میشماریمش؟ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. میریم سراغ قسمت بعد، خط سوم، میزان سوم. این دوتا میزان یه جورایی جواب اون جمله هست، دوتا میزانی که رو سیمای زرد هست، یعنی میزان سوم و چهارم. نوتامون هست لا سی سل سی دو سل. اجراش میکنیم لا سی سل سی دو سل. شمارشش هم که واضحه 1 2 3 1 2 3. پس یه جورایی 4 تا میزان رو سیمای سفید میزنیم و 2 میزان رو سیمای زرد که جواب اون جمله است، حالت سوال و جواب داره. بشنویم این 6 تا میزان رو پشت سر هم. حالا میریم سراغ قسمت بعد که همه نوت‌ها یه دونه اومدن پایین‌تر. از میزان آخر خط سوم از نوت ر میزنیم ر دو سی لا سل لا سی سل. میزنمش رو سیمای سفید ر دو سی لا سل لا سی سل. شمارشش 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. و جوابی که به این جمله میده خط چهارم، دو میزان آخر سل لا سی سل روی سیمای زرد. اجراش میکنیم سل لا سی سل. حالا این 6 تا میزان که یه عبارت رو کامل میکنه از میزان آخر خط سوم دو سی لا سل لا سی سل سل لا سی سل. و میریم سراغ قسمت بعد، خط پنجم. خط پنجم 4 تا میزان دو سی لا سل فا لا سل سکوت. پس میشه دو سی لا سل فا لا سل. میشماریم 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. اینجا جمله ما کامل میشه. یه دور این جمله رو بشنویم از خط دوم، دو میزان آخر. میریم سراغ قسمت بعد، خط پنجم میزان آخر تا خط ششم سه میزان اول 4 تا میزان. از نوت میکرون که می خرک اول سیماهای زرد هست شروع میکنه و همینطور به صورت سه تا میاد بالا. می فا سل لا سی دو. اجراش میکنیم می فا سل لا سی دو. شمارشش 1 2 3 1 2 3 1 2 3 قسمت بعد خط 1 2 3 4 5 خط ششم از دو میزان آخر 4 تا میزان میایم جلو، میشه فا سل لا سی. میریم خط بعد لا سی دو ره. پس از نوت فا سل لا سی دو ره. شمارشش 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. بسیار خوب. قسمت بعد خط هفتم میزان سوم. نوتامون میشه
می ره دو ره دو سی لا سی دو سل. این قسمت دقیقاً تکرار بالاست تا ادامهش هم همینطوری که دوباره دو میزان رو سیمای زرد جواب میده، باز دوباره یه نوت میاد پایینتر، ره دو سی لا سی سل، رو سیمای زرد جواب میده سل لا سی سل و دوباره ادامهش دو سی لا سل فا لا سل و یه دونه سل رو سیمای پشت خرک. اینجا دیگه تغییر میکنه، یعنی خط آخر دیگه عوض میشه، ولی کل این قسمت همون جمله قبله که دوباره باید اجرا بشه. باید مواظب باشیم که آخرش تغییر میکنه. و خط آخر رو پس الان با هم دیگه بررسی میکنیم. لا و سل رو سیمای سفید و سل پشت خرک، در ادامه میشه سی لا دو سی و بعد از ره یه تیکه میاد پایین، ره دو سی لا سل فا سل. از خط آخر رو روی ساز اجرا میکنیم. لا سل سی لا دو سی ره دو سی لا سل فا سل. یه چیزی که باید مواظبش باشید اینه که از اول قطعه تا خط آخر، قسمت سه میزان آخر که از ره میاد پایین، کل قطعه بر اساس الگوی مضرابی دو تا راستی چپ نوشته شده، ولی اینجا راست چپ تغییر میکنه. اینجا به صورت یه در میون راست چپ باید بزنید. پس مواظب این نکته باشید که اینجا رو حتما مثل خودش اجرا بکنید. من یه دور قطعه رو از اول تا آخر براتون با مترونوم اجرا میکنم که بشنوید و بدونید که شما باید چی اجرا بکنید و چه صدایی باید از سازتون در بیاد. مترونوم رو میذاریم روی 3 ضربی و سرعت 96. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 تکرار از اول. آقای نظمی جواب رو زد، یه نوت پایین‌تر. رو زد. تکرار کلش. جواب. آخرش که عوض میشه. امیدوارم که این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ممنون میشم که کانال یوتیوب منو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک بکنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.